پولداری خیلی نه؟ نه، من فکر نکنم از بچهای همکارایی که ما داریم کسی شرایط سخت منو داشته باشه تو زندگی. چون خانمم که باردار بود، ما از هر 3 باری که باید میرفتیم دکتر 1 بار میرفتیم. واقعا این شکلی خیلی شرایط سخت. یعنی مثلا 37 سالگی شما میشه؟ بله. ببین مثلا من یه دوره لباس مرتبم میپوشیدم، اون خونه‌ای که بودیم یه فضای سبز داشت، سیگار نداشتم و واقعا پولشو نداشتم، پول سیگار، و میرفتم تو این فضای سبزه لباس خوب میپوشیدم که طرف نگه چه چتربازیه. گفتم معذرت میخوام من سیگارمو جا گذاشتم، میتونم یه نخ بگیرم ازتون؟ و میگه بله خواهش میکنم. به خودم لباس تمیز میپوشیدم که یارو محترمانه سیگار بهم بده. اما مثلا واقعا اینجوری شده ها، لحظه هایی بوده که به خاطر یه نخ سیگار این کارو کرد. کار نمی‌کردی یعنی اون موقع که پول نداشتی؟ چرا کار میکردیم، پولمون رو نمیدادن. سال 73 روی بورد زدم که ممنوع کار همه. من 4 سال چون کارگردان و لیدر ماجرا بودم، بچه‌های دیگه حدود 1 سال 2 سال فکر میکنم. بدترین 3-4 سال زندگیم بود. به جایی رسید به لحاظ مالی که من دیگه نمیتونستم حتی نون پنیر بخرم. یعنی دیگه کسی نبود که ازش پول قرض کنم و یه موقع‌هایی مثلا برای 1000 تومان که یه نون بخرم، پنیر رو، بچه‌م کوچیک بود اون موقع، 3 سالش بود فرهاد، و یه شبای گشنه خوابیدیم. همه موهامتون 4 سال سفید شد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم و حتی چیزای اولیه زندگی رو نمیتونستم تأمین کنم.